ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгун. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми сеюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти Вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори чорумро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми сеюм. اگر کار کردنی باشید 1000 کار هست. در کلوبی ما در شعبه زنها در ارتل‌های نو تشکیل شده ایستاده. نه گفت همراه خان یک روانه. من کار اداره اینها را نقص می‌بینم. می‌خواهم که لباس‌های مردانه پوشیده به میانم تپانچه آویخته گردم. من هم می‌خواهم که همه فرنگی‌ها را سوخته خودم و همه زن‌های در کلوب بوده را یک و یک باره آزاد کنم، گفت با تبسم فیروزه. لیکن نمی شود. راهبران ما، فرقه ما به این راه نمی دهند. حالا اندک بر وقت می گویند. بله، اندک بر وقت، گفتمان نسیم جان هم. شما اعضای فرقه، شما آدمی کلان و سردار اداره، اما من چی؟ من اولین شده به کوچه بی فرنگی نبرایم نامم را می گردانم. انا تماشا می کنید. من باید یاری دهنده حقیقی و شریک دائمی نسیم جان شوم، در همه جا به پهلوی وی باشم. راست، نسیم جان به من با تپانچه معامله کردن را آموخت. پگه فردا من به کیسه ام تپانچه میده گرفته می گردم. فیروزه و نسیم جان از گپ‌های همراه خان خوب خندیدند. خودی همراه خان نیز خندید، ولی تأکید می کرد که سخنهای وی هزل نی، جدی و راست است. هرچند که این سخنان او را نسیم جان و فیروزه چندان جدی قبول نکردند، لیکن همراه خان راست می گفت. وی که زنی چندان قفا مانده و بی سواد نبود، هر روز گازیته می خواند، کتاب‌های نو و رمان‌های غلطی را که از دیگر زبان‌ها به فارسی و ترکی ترجمه شده بودند از جیوان نسیم جان یک تا گرفته می خواند. روز تا روز جهانبینی خود را وسعت می داد. حالا به قرار قطعی آمده بود که در بخارا پیش از همه فرنگی و چشم بندی خود را پرتافته به کوچه براید. همه دشمنهای آزادی را سوزانده، کشته، بر قصد آنها مثل مردان آزاد گردد. به این کاری وی حکومت و فرقه مقابل نمی شود. برعکس او را محافظه می کنند، به او رحمت می گویند که به دیگران نمونه شده است. تا امروز در نتیجه غلط فهمی ها و فتنه دشمن رشک و حسد چشم او را کور کرده بود. لیکن حالا پس از تلفن آخرین مردکی گمنام و گفته های نسیم جان وی به هوش آمد، چشمش را گشاد، عالمی روشن را دید، جهان به نظرش گلگون تافت. خرسند شد، به شوهرش آشتی کرده، اکنون طبعش بارید، آرزو و آمال پیدا شدن گرفت. خیر سلامت باشید خواهرم فیروزه جان، گفت نسیم جان از جا جنبیده. ما رویم، باز مصلحت کرده میبینیم. در حقیقت همراه خان به یگان اداره در آمده کار کند بهتر. همین که به یگان قرار آمدیم، باز برای مصلحت به نزد شما می آییم. باز مصلحت می کنیم البته، گفت همراه خان، لیکن من از نسیم جان دور نمی شوم. میلش، گفت فیروزه، مصلحت کنیتان، هر طرفه سنجیتان کنی. در این دم در را تق تق زده از بیرون عصا در آمد. اوهو جماعت جمع کو، گفت وی
با روی گشاد تبسم نموده. سلام سلام. یک جای شما خالی بود، گفت فیروزه از جا برخاسته. عصا با نسیم جان و همراهان واخوردی و پرس و پاس کرد و بروی کرسی خالی نشست. یکی را برند دیگری را بیارند، بجا گفتگی برین، گفت نسیم جان خندیده. ما رفته ایستاده بودیم که شما آمدید. ها خیزید رویم، گفت همراهان سربندش را به سرش درست کرده ایستاده. به صحبتی دوگانه خلل نرسانیم. نه هیچگاه، گفت عصا. شما هیچ وقت به صحبت ما خلل نمی رسانید، بلکه برعکس در حل بعضی معما یاریتان می رسد. ها شنیتان، گفت فیروزه هم که دلش ناآرام بود. کنی بینیم این کس چی خبرهای تازه آورده باشند؟ خبرهای تازه به تازه امروزها بسیار، گفت عصا و به نسیم جان مراجعت نمود. از اداره کی برآمده بودید؟ یگان ساعت شد، گفت نسیم. چی بود؟ هیچ. همراهان پزمان شدگیستند. همراهان کتی ما قرار دادیم که شب و روز از همدیگر جدا نشویم. اکنون این کس هم به اداره ما به کار می درآیند. بسیار نغز، گفت به طور جدی عصا. فیروزه هم روزهای اول انقلاب در پاسبانی دروازه شهر با من همراه بود. خیلی یاری می داد. در این دم فیروزه از جایش برخاسته بیرون برآمد. بروی حولی و دهلیز نگاه کرده برگشت و بروی عصا چشم دوخت. خوش گپ زنید کنی؟ به شما کی تلفن کرد؟ چی ها گفت؟ عجیب، گفت همراهان. به شما هم آدمانی نامعلوم تلفن می کنند؟ عصا تگمه گریبانی گیمناستیارکه خودش را کشاد و به حاضران با تبسم نگاه کرد. با ما این خیل تلفن ها هر روز شده می ایستد، لیکن امروزنگی تلفن مرا حیران کرد. نسیم جان که به صحبت آسوده حالانه گوش می کرد، پس از این سخن چشمک زد و پنسنه خود را گرفته پاک کرده ماند. کسی گفت که بقاجان موزدوز نام شخصی به کلوب زنها دعواگر شده است. گویا که میدانم، گفت سخنی شوهرش را بریده فیروزه. خودی بقاجان به اینجا آمده بود و مختصر مضمون دعوای او را بیان نمود. مردک از تلفن تهدید کرده می گوید که، گفت عصا، اگر چاره کاری بقاجان دیده نشود، راهبران کلوب زنها با سرشان جواب می دهند، خون به خون. عصا خاموش ایستاد و بعد به سخنش دوام داد. بنابراین آمدم که از خود شما تفصیل واقعه را فهمم. مگر همین خیل آدم ها به کلوب آمده می رفتند؟ من خودی بقاجان را امروز دیدم، گفت فیروزه. زن و دختری وی یگان بار هم به کلوب نآمدند. خودی بقاجان چیکاره؟ از کجا؟ پرسید نسیم. سرایبانی می کرده است، جواب داد فیروزه. در بازاری نو. حولیش در گذری 4 خراس همسایه نظام الدین افندی بود است. این طور باشد مسئله معلوم، گفت نسیم. همه این اغواها کاری جناب ناظر. زنی بقاجان به خانه جناب ناظر گذشته کار می کرده است. دخترش هم. انا دیگر جای شبهه نیست، گفت باز نسیم جان. اما این را اثبات کردن لازم، گفت عصا. نظام الدین آنقدر هم آدمی ساده نی. در این کار فقط خودی دختر یاری داده می تواند.
کلید این کار در دست دختر، گفت فیروزه. لیکن نظر به گفته بقا جان دخترش سیر نمی داد است. عصا که خیلی کشاده شد، گویا سبک شده بود، گفت: از این تفصیلات بی خبر من خیلی به تشویش افتاده بودم. اکنون مسئله معلوم شد. شما فیروزه خان خاطر جمع باشید، نه به کلوب شما و نه به خودی شما آفت رسانیده نمی توانند. در بین اندک مدت باید پرده از روی اسرار برداشته شود. نظام الدین را از کار گرفته حبس کردن لازم، گفت همراه خان که خونش در جوشتر بود. همه خندیدند. برای چی می خندیدان؟ گویا به طور جدی پرسید همراه خان. خس کمو جهان پاک گفتند. درست گفت عصا. خس کمو جهان پاک، لیکن وظیفه ما همین که خس بودن نظام الدین افندی را اثبات کنیم. زیرا هنوز آدم هایی هستند که نظام الدین را گجوم باغ دولت می دانند. برای اثبات همین کارها ما شب و روز کار می کنیم، گفتماند نسیم جان. مهمان های فیروزه برآمده به کارشان رفتند. فیروزه هم به حولی درون در آمده از همه خانه ها و زن و دخترها خبر گرفت. به مربیه و معلمه ها سپارشات لازمه را داد و بازگشته به کابینت خود آمد. میخواست سربندش را بسته دهلیز براید و فرنجی و چشمبند را گرفته به خانه رود، لیکن فراش زنک آمده عرض کرد: فیروزه جان، 3-4 نفر زنهای ازبک و ترکمن آمدند، به شما عرض داشتند. گوید بیایند، گفت فیروزه و برگشته به جایش نشست. عجبا، این ازبک و ترکمن ها کی ها باشند؟ از خیال می گذرانید وی. اگر آوازه نیکی کلوب زنها تا به جاهای ازبک و ترکمن نشین پهن شده باشد بسیار نغز، مادامی که آمدند پناه جسته آمدگیند. دری دهلیز کشاده شد و به خانه 5 نفر زنهای صحرای طلعت با کرته های سرخ و سفید و فحول و سربندهای داکه و چیت و شال سلام داده در آمدند. فیروزه به پیشواز آنها از جا برخاست و آنها را که 3 نفرشان گویا ازبک بودند و 2 نفرشان ترکمن از سر و لباس و اندامشان معلوم بود به دیوان و کرسی ها شیناند و بعد خودش هم به جایش نشسته با تبسم بروی آمدگان نظر کرد. یکی از ترکمن زنها خیلی جوان کلینچه برین به نظر میتافت. ازبک زنها همه اشان قریب همسال برین میان سین بودند. خوش مرحمت، گفت فیروزه با روی کشاد. خوش آمدیتان، خدمت. مهمان ها بروی یکدیگر نگاه کرده اول گپی نزدند و بعد ترکمن زنکی سال خورده لب به سخن گشاد. ما از چارجوی آمدیم، گفت وی به زبانی نیم ازبکی و نیم ترکمنی. ما همه دهقانهای کمبغل از قشلاق رباط قلعه. انا امروز 10 روزی رسا شد که شوهران ما را به مجلس جیغ زدند و گرفته بردند. دیگر نه نامشان را شنیدیم و نه نشانشان را دیدیم. از قشلاق ما قریب 30 نفر دهقانها را گرفتند، گفت یکی از ازبک زنها. در چارجوی نو مجلس می گذرانیم گفتند و به عرابه ها بار کرده آوردند. به کجا آوردند؟ برای چی آوردند؟ حیران شده پرسید فیروزه. به عسکری آوردند، به بخارا، گفت یکی از زنهای ازبک. شما آنها را دیدیتان می؟ پرسید فیروزه. خودشان را ندیدیم.
اما جای آنها ایستادگی را به ما یک عسکر نشان داد. ما به آنجا رفتیم. گردی حولی چتمه زدگی قراول نزدیک رفتن نمی ماند. ما 2 روز باز حیران و سرگردان، گفت ترکمن زن. هیچ کس به دادمان نمی رسد. آخر در ریگستان در پیش ارک گریه و ناله کرده شیشته بودیم که یک ملیسه به ما رحم کرد و به اینجا گرفته آورد. در همین جا به داد شما نرسند، در جای دیگر نمی رسند، گفت. الهی برکه یابید آتون، گفت دیگری. به داد ما رسید. شوهرهای بدبخت ما را از حبس آزاد کنید. آنها هیچ گناهی ندارند. آنها همه دهقان کم بغل. در دور امیر هم دهقان عذاب می کشید، در دور حکومت هم. نخواد که عدالت نباشد. زنک راست می گفت، گویا که عدالت نبود. فیروزه که از شنیدن این ماجرا حیران و گرنگ شده مانده بود، نمیدانست با آنها چی گوید و از کجا به دردشان درمان جوید. وی خواست که پیش از همه به اینجا آنجا تلفن کرده صورت واقعه را فهمد و بعد به درمانجویی سر کند. تا به آن دمی که فیروزه در تکاپوست، ما به خواننده به طور مختصر باعث سرسان و سرگردان شدن این زنها را بیان می کنیم. حکومت جمهوریت بخارا قرار قبول کرد که از خلق محلی سفربر کرده عسکر جمع کند. برای این کار تیاری های بسیاری دیده شد. قاعده و دستورالعمل های بسیاری به محل ها فرستاده شد و با قرار انجمن در مرکز نظارت حربی تشکیل کرده شد. ماموران بسیاری به کار گرفته شدند. یک روز در بخارا در ریگستان مردم بسیاری را جمع کردند. از همه گذرها جوانهای سین نشان به عسکری مناسب را آقسقالها قریب زورن به ریگستان حی کرده بردند و در آنجا میرزا عبدالقادر محی‌الدینف، معین جان امینف و آقچورین نطق ایراد کردند و با دلیل و برهان بسیاری اثبات کردنی شدند که حکومت به عسکر نمی شود، خصوصا در دوره حاضره که عکس الحرکت در میان است، باید و البته قوه مسلح باشد. آنها کوشش کردند که احساسات وطن پروری و داوطلبی مردم را بیدار کنند و نیز فهمانیده دادند که عسکری سرخ حکومت جمهوریت بخارا عسکری امیر برین نمی شود. این عسکری عدالت و حقیقت است. این عسکری خلق است. عسکری مدافع کننده و عسکری پرزور و توانا می شود. هر کس که به صف عسکری گرفته شود از طرف حکومت با لباس، با خوراک و جای خواب و استقامت تامین کرده می شود و هر ماه برای خرج و خراجاتش ماهانه هم داده می شود. به صف عسکری سرخ جمهوریت بخارا در آمدن اختیاری است، لیکن در دوره اول با قرعه پرتایی عسکر گرفته می شود. در خود همانجا در پایان تخت پوری ارک صندوقهای محرک قرعه حاضر شده بودند. میلیسیانرها و مأموریت اداره حربی و آقسقالها جوانها را قطار صف آراستند و آنها را به نوبت از صندوق شیشگین محرک دست در آورده لفافه های قرعه را می برداشتند و به هیئت کمیسیه مخصوص که در خود همانجا به سر استالها نشسته بودند برده می دادند. به قرعه هر کس با خط سرخ نوشته شده باشد که سزاواری عسکری است به یک طرف می گذرد. به قرعه هر کس که چیزی نباشد و سفید باشد به طرف دیگر می گذرد. با همین طریق در همان روز تخمیناً 50 نفر جوان به صف عسکری گرفته شدند. لیکن آنها را ماندند که به خانه هایشان روند و گفتند که پس از 2 روز به اداره حربی
تیار شده بیایند. اما در محلها این چاره بینی ها را نکردند و هر سردار به طور خود راهی و چاره پیدا کرده به بخارا عسکر جمع کرده فرستاد. در چارجوی کارکنان اداره های مأموری و قشلاق ها برآمده با هر بهانه دهقان ها را حی کرده به چارجوی نو آوردند، به وگان ها بار کرده به بخارا فرستادند. در بین این فرستاده شدگان جوان ها هم بودند، پیرها هم بودند، میان سال ها هم. بعضی از اینها حتی بیمار و قدرتی راه گشتن نداشتند. این عسکرها را در بخارا درست قبول کرده گرفتن نتوانستند، زیرا که نظارت حربی درست به کار سر نکرده و هنوز کازرمه و شرایط نداشت. هنوز مبلغی معین جدا کرده نشده بود. هنوز لباس و یراق و جای تعلیم نبود. هنوز کماندیر، راهبر و معلم ها نبودند. هنوز در بالا گفتگو و بحث می رفت که عسکری سرخ جمهوریت بخارا دسته مستقل و علاهیده می شود یا که جزئی عسکری سرخ رسیه بوده از هر جهت تابع فرماندهی عمومی عسکران سرخ می شود. کسانی بودند که می ترسیدند. به دست خلق محلی یراق داده آنها را به کار فرمودن آن یراق آشنا کنیم. آیا آنها بر ضد خود ما قیام نمی کنند؟ آیا آنها یراق را به سینه خود ما روانه نمی کنند؟ می گفتند. به هر حال نظارت حربی تشکیل شده بود و این نظارت در نتیجه پچلکاری دیگر نظارت ها هنوز باید و شاید به کار سر نکرده بود. اما در محل ها بعضاً برای نشان دادن غیرت و کاردانی خود به جای آوردن سله کله را بریده آوردن می گرفتند. اینک قریب 50 نفر آدمانی که از چارجوی آورانیده شده بودند در یک حوری پادشاهی بخارا مثل حبسه ها نگاه داشته می شدند. آنها نه جای خواب داشتند نه خوراک. میلیسیانرهایی که آنها را پاسبانی می کردند گاه گاه آب و کم کم نان یافته می دادند. بسیاری آنها کسل و بیحال شده خواب می کردند. کسی نبود که از حال آنها خبر گیرد. اینک فیروزه پس از به بسیار جاها تلفن کردن از هیچ جا درباره این آدمها خبری یافتن نتوانست. نهایت به ناظر حربیه به خود فیض الله خواجه‌یف تلفن کرد. من فیروزه از کلوب زنها. بله، امروز به کلوب ما از چارجوی 5 نفر زنهای کمبغل دهقان با عرض آمدند. معلوم می شود که از قشلاقهای اطراف چارجوی آدمی بسیاری را به مجلس می بریم گفته فریب داده به بخارا حی کردند. حالا 1 هفته 10 روز باز زن و بچه و خویش و تباران آنها بی خبر، همه در واهمه و در گریندگی. و گمانم قاعده عسکرگیری ما این طور نبود کو؟ نمیدانم. میلش این زنهای آمادگی را به نزدتان میبرم. انا خودتان گفت و شنید کنید. خوش، من حاضر. فیروزه دستک تلفن را به جایش گذاشت و به زنها مراجعت نمود. خیزتان به نزد فیض الله خواجه‌یف می رویم. البته شنیدگیستید. سردار حکومت بخارا هم ناظر حربیه شوهران شما را برای به عسکری قبول کردن گرفته آوردند. این کار به آن کس تعلق دارد. الهی به مرادتان رساند، گفت ترکمن زن. دیگران آمین گفتند و همه از جا برخاسته بیرون برآمدند. قسم 4.
خانه 11 بالاری با شکوه پیشش ایوانی بلند داشت و از 2 تیریزه‌ای به طوری نیم یوراپایی ساخته شده آن نوری آفتاب در آمده درون خانه را روشن کرده بود. نظام الدین بروی دیوانی نچندان کلان ولی چرمینی بزیب پاهایش را بروی قالین فرش خانه دراز کرده با حضور می نشست. در تنی وی در روی کرته ایزاری سفید، جامه‌ی وسیع علاچه قرشیگی، سرش لوچ، بنوگی پایش کفشی بی پاشنه‌ی ملایم بود. زهره بانو زنی به قاجانی موزدوز که با وجودی میان سین بودنش هنوز حسن و تراوتش بجا بود، در پهلوی نظام الدین نشسته با قیچی ناخونی دستی او را می گرفت. زنک چشمانی کلانی سیاهداری جاذبه‌دار، ابروی به هم پیوسته 2 میمار، روی نگرده و ندراز، موهای جنگیله سیاه داشت. دستش کار می کرد و از دهانش بی ایست گپ می ریخت. اگر من دعوا کنم لنگی شما از آسمان می بیاد. و شما خودی من بس نبودم که دختری یکتای و یگانه مرا از راه برآوردید. با انگشترین طلای و حلقه الماسکاری به دامتان درآورده کارش را کردی. اکنون من چه کار می کنم؟ کاش که به من می گفتید، کاش که از من مصلحت می پرسیدی. ای تو چی می گفتی؟ گفتم نظام الدین. من شما را اخته کرده می ماندم. راست می گویم، اخته می کردم که دیگر به کسی زیانتان نرسد. من ناظیر، من بیزن، من به دولت گفته آدم به هر زنی راست آمدگی چقیدن می گیرد. واه، آهسته تر، گفت نظام الدین دستش را از زیر قیچی کشیده. دیوانه شدی مگر؟ ها، درد کرد. در وقتی چشمتان سرخ شدن و دیگرها رحم نمی کنید، جانشان درد می کند نمی گویید. یکتای و یگانه دختری بیچاره مرا چرا دختری تو می شده است؟ دختری من کلان کردگی. اکنون من چیکار می کنم؟ این رسوایی را چطور از سرم دور کنم؟ خیر، کار را کردید، اکنون علاجش را هم یابید. من گفتم کو دختر آوردن لازم، هر چقدر پول مصرف شود از من. حلیمه نمی خواهد، می ترسد. گویی که نترسد. دختر چنان آسان گرفته می پرتاید که خودش نفهمیده می ماند. خوب، این کار را می کنیم. بچه افتاندن کاری آسان، از دست خودم هم می بیاید. لیکن بعد چی؟ بعد چی می شد؟ پس از این کارش را دانسته می کند. به شوهر می رسد، آسوده شده می رود. توی گزد من چی غم؟ گفت زنک با تأسف سر جنبانیده. اکنون کدام مرد به وی شوهر می شود؟ می یابیم، پروا نکن، گفت نظام الدین از جا برخاسته و چشمش به ساعت دیواری افتاد که قریب به 11 نزدیک شده بود. шунавандагони азиз, шумо гуфтори чорумро аз рӯи романи тахти вожгуни нависандаи халқии тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи Хониши Бадеӣ. шод бошед.